السلام علیکم برادران و خواهران اول قدر و بینندگان گرامی. همدردی خود را به همه شمایان به مرگ قابل جان 10 ساله، یعنی کودک 10 ساله که در ادینسوفسکی مسکو در مکتب کشته شد، همه شمایان را همدردی بیان میکنم. همدردی من قبول کنید. به اهل تاجیکستان، نه تنها به اهل تاجیکستان، به اهل انسان هایی که دل انسانی دارن و انسان هستن، همدردی خود را بیان میکنم. علل خصوص به اهل عائله قابل جان و به مادر قابل جان همدردی خود را بیان میکنم که به این مرگ کودک خیلی سخت است که فرزند را تنها الله داده میتواند و الله میگیرد. مهر فرزند و جای فرزند را هیچ چیز هیچ وقت در دنیا نمیگیرد. همدردی من قبول کنید. خداوند به شما صبر دهد. این قاتل 15 ساله که این محلگرایی که طفلی تاجیک، کودک تاجیک کشت و خود همون روز دستگیر شد، در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خواهش کرده شد که وزارت کارهای داخلی روسیه همین کار رو خودش دیده برود. این کار رو خود وزیر فدراسیون روسیه دیده برآمده ایستاده است. این جاش ترمه میتاسد، اما ترمه مورد نابود میشد. انشالله امیدواریم اگر که انسانایی که همی مادر قابل جان میشناسن یا که خیشتبار قابل جان میشناسن، خواهش میکنیم که همون بلاگرایی که همه ویدیوها رو ثبت میکنن، همون رقمای کارتشون مونن، هیچ نباشد، هم هیچ چیرم نباشد که یک همی کمکی ناچیز خود را برای مادر قابل جان گذرانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.